بسم الله الرحمن الرحیم. ندیم امیری هستم. خوش آمدید دوستان به قسمت 12. میریم مایدینت بنا باز میکنیم. در درس قبلی ما شما بخش فود اوردر لیست خواندیم که در قسمت ما شما میتونستیم چه سفارشاتی که مشتری ما شما میتونن میتونستیم اون رو در قسمت ذخیره و مدیریت بکنیم. در درس امروز ما شما بخش البته امپلای سکشن هم میخونیم که مثلا ما بتونیم در این سیستمی که ما شما داریم کارمندای خود مثلا از قبیل گارد از آشپز از گارسون و غیره ما شما مدیریت و کنترل بکنیم. ان شاء الله در ویدیو امروز ما کوشش میکنم که بخش مکمل تکمیل میکنم و این بخش هم البته آخرین قسمت از پروژه ما شما باشه کوشش میکنیم در این ویدیو پروژه را ان شاء الله ما شما تمام بخشش تکمیل بکنیم. پس میریم به خاطر ایجاد کردن این بخش ما شما چی میکنیم؟ میریم به قسمت پروژکت باز میکنیم و از قسمت پروژکت ما سورس پکیج باز میکنیم و کلاس ما شما چی میکنیم؟ یک تا کلاس میذاریم یا اصلا ما شما یک کلاس میذاریم یا که به خاطر ما شما کار ما آسان شوه. پس میریم در قسمت ما شما یک فرم ایجاد کردیم به نام منیج روم. ما میریم چی میکنم؟ یک بار کنترل سی کپی میگیرم چون نیاز نباشه که ما شما هر بار فریم ایجاد کنیم از کپی میگیرم فقط پیست میکنم و بعد تغییرات اندک میتونه میره به بخش امپلای سکشن تغییر بدم. پس چی میکنم؟ در قسمت البته یک بار کپی میکنیم کدام بخش که بخش روم رجیستر بالش رایت کلیک و کپی و بعدا در قسمت آل کلاس کلیک میکنیم و ریفکتور البته قسمت پیست ریفکتور در اینجا ما شما میگیم امپلای سکشن و چی میگیم ریفکتور میگیم. بعضی که ما شما این کلاس اگر گرفتیم ما کپی کردیم و نامش تغییر دادیم اینا ما شما این دو بتن چون کد زیاد میباشه چی میکنیم از قسمت بتنی عادی و سیو چی کردم از بین بردم و بخش بعدی که ما شما کار میکنیم میخوایم بعضی از مشخصات که این بخش داشته باشه که بتونم از این کارمندا ما شما چی بگیریم نامش باشه نام فادرش. پس اولا ما شما میل لیبل تغییر میدیم به نام امپلای رجیستریشن فرم. این رو به تغییر ما شما میتونیم و بعدا کمک ما شما سایز تیبل خود به اندازه بزرگتر میکنیم. زمانی که ما شما این کار کردیم اینا رو ما شما چی میکنیم؟ میایم در قسمت میگم مثل بقیه فرما این کم به طرف بالا ما درگ میکنم در اینجا باشه و بعد از او این چند تا کلم و تکست باکس ما شما به طرف بالا کپی میکنیم و البته درگ میکنیم که بالاتر بره و بعد از اون ما یک تا تکست باکس البته یا این کام باکس دیلیت میکنم و ایشم دیلیت میکنم و صرف ما شما در قسمت دو تا کام باکس نیاز داریم. پس میایم از بجای کام باکسی که ما دیلیت کردیم میایم چند تا چی اد میکنم تکست باکس اد میکنم میایم در قسمت تکست فیلد و اینجا میایم و این کمک سایزش بزرگتر میکنم به این اندازه و میرم از قسمت فونت به این شکل و این به اندازه 18 و بولد تنظیم میکنم و میایم لیبلش هم به چی تغییر میدم؟ امپلای نیم امپلای یعنی ما شما بتونیم از این باکس نام امپلای دریافت بکنیم. همچنان F2 از کیبورد میزنم و تکست از بین میبرم و بخش بعدی که ما شما میخوایم ایجاد بکنیم امیر کنترل سی میگیرم کنترل بی کپی میکنم میام در قسمت و اینو میگم فادر نیم به نام پدرش تغییر میدم که بتونیم ما شما از مشتریایی که البته از بخش امپلای خود بتونیم نامش بگیریم آیدیش بگیریم و نام فادرش هم داشته باشیم. پس اینو میگم البته امپلای آیدی به این شکل ما شما بخشش تغییر میدم اینم انتخاب میکنم کمکی به طرف بالا انتقالش میتونم به این شکل و بخش بعدی که ما شما میخوایم ایجاد بکنیم بخش فون نمبرش هم بتونیم ما شما بگیریم. پس میایم چند تا باکس انتخاب میکنم میره طرف پایین انتقالش میتونم و این کنترل سی کپی میگیرم کنترل وی به طرف بالا برده در قسمت ما شما یک لیبل دیگه نیاز داریم به خاطر فون باشه میگم و بعد از اون تکست باکس ما شما چی میکنیم کنترل سی کپی میکنیم کنترل وی پیست میکنیم به این شکل و سایزش هم به اندازه بقیه ست میکنیم. زمانی که ما شما آیدیش نیم و همچون فادر نیم و فونش تکمیل کردیم اگر بعضی مشخصات دیگه ما شما خواسته باشیم مثلا از قبیل آدرس و بعضی مشخصات دیگه میتونیم که قسمت یک لیبل بریم یک تکست فیلد در قسمت درگ بکنیم و وارا میتونیم از قسمت ما شما به دست بیاریم. و بخش بعدی که ما در قسمت میخوایم در جمع مشخصات ازی باشه میگم جاب تایتل یعنی می کارمند ما شما که مثلا در هتل کار میکنه وظیفه ازی مثلا چی میباشه گارد است آشپز است گارسون است یعنی کدام بخش رو میباشه. بعد ما شما کپی میگی البته میایم ایکون باکس کلیک میکنیم و میریم در قسمت پراپرتی مدل ازی و از قسمت ما شما انواع کارهایی که در هتل داریم مثلا تنظیم میکنیم. مثلا میگم کوک باشه و همچنان گارد باشه گارسون باشه و بقیه کارهایی که ما شما بخوایم در قسمت ست کنیم که کارمندای ما شما به شکل باشه. مثلا ما همیشه چیزا فعلا اد میکنم که آشپز باشه گارد باشه و گارسون باشه و همچنین بخش دیگه هم شما میتونین در قسمت اد بکنید که این عنوان وظیفه ما اینی وظایف ما شما در اینجا داریم که کارمند داریم و ویش بخش البته کار میکنن که جاب تایتل است و همچنین ما در قسمت سلاریش هم انتخاب میکنم. پس ما در قسمت اندازه فریم خود کمی بزرگتر میکنیم ما شما و البته ایرا انتخاب میکنم چند بخش البته لیبل چند تا باکس ها و اینا کمی به طرف بالا چه میکنم انتقال میدم یک بار کنترل زد میکنیم تا این باکس هم انتخاب شوه به این شکل و بعد از این در قسمت لیبل کپی میگیرم کنترل سی کنترل وی اینم کپی میکنم و اینم میگم امپلای
سلری که یعنی چقدر ماش داره که ماش هم در قسمت ست کرده بتونیم. پس می میره کنترل سی یک بار کپی میگیرم کامبو باکس و کنترل وی پیست میکنم و در قسمت ماشا رو میگم خودم به شکل هم دو دستی تعیین میکنم. همین کامبو باکس انتخاب میکنم و میرم در قسمت پراپرتی مدلش در اینجا میگم به طور مثال باشه میگم ماشات ما شما از 5000 شروع شوه 5000 افغانی یا مثلا دلار شما ست کرده قسمت میتونین میگم 7000 باشه و همچنان 10000 باشه. به این شکل ما شما میتونیم تمام ماشای خواسته باشیم ست میکنیم و اوکی میگیم. وقتی که ما شما رسید کردیم مثلا یک کالم دیگه میخوایم اضافه بکنم پس من یک کپی میگیرم که به طرف بالا البته انتقال میتونم این بخشه و همچنان میایم میارم کمک به طرف پایین انتقال میتونم و میخوایم یک تاریخ هم در قسمت ما اد بکنم. مثلا می کارمند در کدام تاریخ با کار شروع کرده دوستمه یا در هتل ما شما. پس به خاطر این بخش میام اینا کپی میکنم کنترل سی کنترل وی و بعد از این البته این بتن به طرف ما کمک درگ میکنم یعنی جایش تغییر میتونم تا بتونیم یک لیبل دیگه ما شما جابجایی کنیم. پس میایم میره البته در پایین درگ میکنم و ایرم انتخاب میکنم که به طرف بالا چی میکنیم انتقالش میتیم به این شکل و لیبلم به طرف بالا انتقال میتیم کامبو باکس. بعضی که تنظیم شد اینجا میام برش میگم استارت دیت یعنی در کدام تاریخ برای ما شما این کار شروع کرده و بعضی از این قسمت ما شما یک تا جدید چوزر ما شما درگ میکنیم تا بتونه از این قسمت ما شما بتونیم که ما تاریخ خبرش انتخاب بکنیم که یعنی در کدام تاریخ کار امروز ما شما شروع کرده و همچنان بخش آخر دیگه ما شما نمیخوایم میگیم نباشه و بعضی که ما شما این بخش تکمیل کردیم اینا سایز زیارم به اندازه خودمون خواسته باشیم تنظیم میکنیم به این شکل چون دیزاین شما باید کوشش کنیم که یک ذره زیباتر و یک ذره وقت از ما شما میگیره ولی دیزاین اینترفیسی که ما شما به هر فرم یا هر صفحه دیزاین میکنیم خیلی مهم است. باید در فکر ما شما باشه که دیزاینش خیلی خوب باشه که تا یوزری که از استفاده میکنه یعنی راحت باشه یعنی یوزر فرندلی باشه. این پروژه که ما شما ایجاد میکنیم به این شکل باشه. بعد از اون سایز فریم کمی بزرگتر میکنم و این بخش مینیمایز میکنم تا بتونم تمام صفحه دیده بتونم و بعد از اون به این شکل ما شما تمام بخشی که نیاز است یکی که تنظیمات ست میکنیم به این شکل. وقتی که دیزاین ما شما تکمیل شد میریم بقیه بخشای شما کار میکنیم و از طرف پایین میخوایم کمی صفحه بزرگتر باشه. پس به خاطر کار به این اندازه تیبل ما ست میکنم و بخشی که بعدی که ما شما ایجاد میکنیم میگم این بتن کلوس باشه و همچنان زمانی که بالای زیر میگم کلیک شد صفحه ما شما را چی کنه کلوس کنه چون کدش ما نوشتیم داخل از وقت دبل کلیک کنیم بالای بتن میتونید اسپوز زیر ما کال کردیم. پس میایم یک بتن دیگه هم درگ میکنم از قسمت آر اس ماتریال بتن به این شکل و سایز کمی بزرگتر میکنم. میگم زمانی که بالای زیر کلیک شد این برام چی کنه همین مشخصات امپلای را ذخیره بکنم میگم اد امپلای و میرم بک‌گراندش رو رنگ سیاه تغییر میدیم به این شکل و ایرام سایز کمی بزرگتر میکنیم میگم به این اندازه باشه. و بخش بعدی که ما شما کار میکنیم میخوایم یک بتن دیگه هم داشت باشه به خاطر آپدیت و دلیت کردن. پس میایم سایز کمی دیگه هم بزرگتر میکنیم ما شما به این شکل کمی دیگه هم میگم سایز بزرگتر باشه. میایم از این بتن ما شما کنترل سی یک بار کپی میگیریم و ایرا تغییر میتونم به چی با میگم edit امپلای ریکارد و بعد از اون کنترل سی کنترل وی میره کپی میکنم میره کنیم طرف بالا انتقال میتونم و ایران پس دوباره کلیک میکنم تا مو نظم اینترفیس ما شما بر هم نخرابین به شکل. وقتی که دیزاین ما شما تکمیل شد میایم میگم تیبل به این اندازه باشه و ایران میگم به رنگ سبز ما شما تغییر میتیم یا رنگ خودتون خواسته باشین و همچنان دلیت بخش ایران میگم به دلیت تغییر میتیم میگم دلیت امپلای و ایران رنگش به رنگ سرخ تنظیم میکنیم. وقتی که ما شما رنگ از ایران به رنگ سفید تنظیم کردیم اینال بخش البته اینترفیس ما شما رو دیزاینش تکمیل است. فقط یک کاری که من میکنم یک البته یک باکس از قسمت کنترل سی کپی میکنم و کنترل وی میکنم پیست میکنم و ایران به خاطر سرچ میگم باشه که زمانی اگر ما بخش کارمندای ما شما رو لیستش خیلی زیاد میباشه پس ما شما بتونیم که اکسل مثل فرمای قبلی در قسمت انجام داده بتونیم. پس من ایران نامگذاری میکنم میگم سرچ هیر یعنی اینجا شما میتونید که سرچ بکنید. فقط ایران چی میکنم با تکستی سرچ تغییر میتونم وریبل نمیشه. اینا ما شما یک تا باکس داریم باکس دومی ما شما باکس سومی و همچنان اینجا کامبو باکس یک البته اینا میگیم کامبوی وریبل نیم از ایران تغییر میتیم کامبوی جاب تایتل و همچنان کامبوی سیلری تمام از ایران نامگذاری میکنیم چون کار ما شما را آسان تر میکنه کامبوی سیلری باشه و همچنان ما شما یک تا جدید چوزر داریم پس نیاز نیست که وریبل نمیشه ما شما چی بکنیم تنظیم بکنیم. الان میخوایم مطابق همین فیلدی که ایجاد کردم میرم یک تا تیبل ایجاد میکنم تا بتونیم وقتی که یک تا امپلای را ما شما رجیستر میکنیم یک تیبل باشه در اونجا ذخیره شه. پس ما شما در قسمت تیبل ایجاد میکنیم میگم
امپلای و ببینیم که ما شما چقدر کالمو داریم که مطابق ما در تیبل کالم یا عنوان ایجاد کنیم. آیدی 1 نامش باشه، اف نیمش و شماره تلفنش 4 5 6 7 کالم. پس ما شما باید چی کنیم؟ ایجاد بکنیم. پس من در قسمت میگم 7 تا کالم برای ما شما در تیبل ایجاد کنم. میگم ام پی آیدی باشه و همچنان چی باشه پرایمری کی رو بگیریم یا نگیریم مشکل نیست. من میگم در بخش نمیگیرم، آتو اینکریمنت هم نمیگیرم چون ما شما میخوایم توسط سیستم ارائه بکنه. بگیریم کدام مشکل نیست قسمت. اگر ما شما آتو اینکریمنت و پرایمری کی نگیریم چون ما شما میخوایم به طور اتومات خود استفاده کنه، پس برای ما شما مشکل ایجاد نمیکنه. میگم نیم باشه اور 4 و 55 و در قسمت اف نیم اور 4 به اندازه 55 لینک تزیر ما شما که چقدر خواسته باشیم تنظیم میکنیم. و همچنین بخش بعدی که ایجاد میکنم میریم ما شما در قسمت فون و جاب تایتل میگم فون باشه و همچنان جاب تایتل. و اگر ما شما خواسته باشه میتونیم که فون لینک به اندازه 16 بالاتر نگیریم چون هیچ نمبری نمیباشه که از 16 کرکتر بالا باشه، چنانچه چقدر کم بگیریم با اندازه خوب است. و بخش بعدی که میمونه برای ما شما جاب تایتل شد سالری و استارت دیت. میگم سالریش باشه و همچنان استارت دیت باشه. وارچار انتخاب میکنم و به اندازه 55 یا چقدر کالم که شما لینک خواسته باشیم تنظیم میکنیم. میگم پلیز انتر والت لینک چون ببینیم در قسمت ما شما جاب تایتل لینک وارد نکردیم، پس اینا 55 تنظیم میکنیم و سیو میگیم. زمانی که تیبل برای ما شما ایجاد شد اگر براوز بگیم تا هنوز دیتای ما شما نداریم. پس میریم در قسمت دیزاین. الان میگم وقتی که صفحه باز برای ما شما مثل این فرمای قبلی برای ما شما چی باشه آیدی را به طور اتومات خود سیستم ارائه بکنه یک یکی. پس میریم در فرمای قبلی که ما شما ایجاد کردیم در بخش کاستومر اد در اینجا ما شما میتودش چی میگیریم؟ کپی میگیریم که آیدی را ست بکنه و همچنان یک میتودی بعدی را ما شما نیاز داریم که کپی بکنیم، پس اون کار بعداً میکنیم چون در اون مرحله تا نرسیدیم. ما شما میایم در قسمت میایم در فرم البته کاستومر اد البته امپلای سکشن و در اینجا ما شما میایم چی میکنیم؟ از کلاس دی بی کانکشن ما شما یک میتود البته یک ابجکت میسازیم چون من کلاس چی گرفتم کپی گرفتم تمام بخش می باشه. ببین در قسمت چون میتودم نه ما کپی گرفتم چون در اینجا بوده چون ما شما از یعنی فریم قبلی کپی گرفتیم تمام کدش در قسمت برای ما شما کپی شده. پس ما همین میتود در قسمت دیگه کپی نمیکنم، میتود وجود داره فقط میگم در قسمت mp id ناممو کالم id را برش میتیم. اگر بریم دیتابیس چک کنیم با نام mp id می باشه، به خاطر ازی ما شما باید بدیم نام تیبلم میگم امپلای باشه و همچنین بقیه بخشش برای ما شما یکسان است و این میتود در اینجا کالم شده. پس یاد ما شما باشه که میتود باید کال بکنیم. و بخش بعدی وقتی که رن بکنم مناله برای ما شما نشان میده که ما شما تونید شخصی را در قسمت البته اد نکردیم آیدی کار برای ریست کرد و همچنین در قسمت ببینید داخل تیبل چون من نمیخواستم این کالم باشه چون تیبل ما شما کپی گرفتیم امپلای رجیستریشن برای ما شما باشه اما این رفته از تیبل روم برای ما دیتا را سلکت. پس ما این نمیخوایم چون ما کپی گرفتیم این مشکل به وجود آمد. پس به خاطر ازی میریم اینجا میگیم شو دیتا فرام دی بی. پس میگیم میتود البته این میتود ما شما درست میکنیم تا زمانی که ما شما یک تا امپلای اد میکنیم برای دیتاش از دیتابیس از تیبل امپلای بگیر برای ما نشون بده. میگیم select all from employee و چند تا کلم داشت و 7 تا بود. پس من دو تا دیگر هم کپی میگیرم کنترل سی کنترل وی برام پیست کنم و اینم در قسمت اولش به 6 تغییر میدم و آخری رام به 7 تغییر میدم. زمانی که ما شما آلت شیفت بزنیم کد ما شما را منظم میکنه و این میتودم دیگه از قبل در قسمت خودش کال شده. پس اینا اگر من رن فایل بگویم برای ما شما دیتا را داخل تیبل نشان نمیده. درست است؟ پس به این شکل ما شما تونستیم که او بریم از تیبل البته امپلای سلکت بکنیم دیتا را چون میبینه که دیتا در قسمت وجود نداره پس اینجا برای ما شما چیزی را نشان نمیده. پس اینا رو ما طوری کار میکنیم که میریم در قسمت دیزاین و این تیبل بالاش کلیک کرده کلمش بعد مشخصات امپلای تغییر میدم. میگم آیدی باشه نیم باشه و همچنان بخش بعدی میگم اف نیم باشه و کلام بعدی فون و همچنان جاب تایتل باشه. پس اینا ما شما یک دو کلام دیگه نیاز داریم. در قسمت انزرت است وقتی بالای بتن انزرت کلیک کنیم برای ما شما کلام اضافه میکنه. میگم سالری باشه و همچنان کلام اخیر میگم استارت دیت باشه یعنی تاریخی که کار برای ما شما آغاز کرده در کدام تاریخ می باشه که میخوایم تاریخ هم ذخیره داشته باشیم. وقتی که ما شما کلام رو تکمیل کردیم اینا ما کار ما شما مکمل از بخش اینترفیس زی خلاص است. اینا رو میخوایم زمانی که بالای اد امپلای کلیک شد برای ما شما دیتا رو بگیره و داخل تیبل ذخیره میکنه. پس میریم در قسمت ما شما اینا رو تمام کدایی که در بخش نیاز ما شما نوشته میکنیم. اولا ما شما چی میکنیم؟ یک والیدیشن فرم میکنیم. پس به خاطر کار میرم از کلاس کاستومر اد چون ما شما این کارا در هر فرم کردیم. پس میایم قسمت والیدیشنش ما شما از اینجا کپی میگیریم اینجا را کپی میگیرم چون میگم نشه که یوزر چیزی را تایپ نکرده مشخصات امپلای را بالای بتن اد کلیک بکنه. پس میگم اولا تو یک چیزی را تایپ کو بعدن بالای اد بتن کلیک کو. اگر شرط ما شما چی نکرد ست نکرد اینجا میم شرط الزام میگیرم
else و میریم کدای اصلی خود در قسمت ما شما نوشته میکنیم. اولا میگم دی دات کانکت برو به تابیسی شو کانکت شو و بعد از اون میتونیم مثل فرم قبلی ما شما کار بکنیم که هیچ ضرورت نباشه که البته مشخصات ای کارمندا رو ما شما در وریبل ذخیره بکنیم. میتونیم که مستقیم بریم نام موجود البته کامو باکس یا تکست فیلد رو بگیریم و مستقیم در قسمت کویری رو اجرا بکنیم. پس من در این بخش میخوایم طوری کار کنم که اولا بگیره در وریبل اونها رو ذخیره کنم. پس میگم string name مساوی جی تکست فیلد یک دات get text و میرم کنترل سی کپی میکنم، کنترل وی پیست میکنم و میرم در قسمتی را به اف نیم تغییر میدم. ایران با فون باشه، فون و نام تکست باکس رو هم تغییر میدم 3 باشه و همچنان بالایی 2 باشه. زمانی که ما شما از 3 بخش دریافت کردیم میریم در قسمت دیزاین، از نیم فادر نیم و فون ما شما دریافت کردیم اینا جاب تایتل و بخش سیلری را دریافت میکنیم. پس میریم در قسمت میگم string جاب تایتل مساوی به جی کامبو باکس یا کامبوی سیلری یا تایتل کامبوی تایتل ببینیم که با کدام نام ما شما را سیو کردیم. کامبوی جاب تایتل. پس قسمت ما شما نامش البته چنین وریبل نیم نامش کپی میگیریم همین وریبل نمیشه و در این قسمت میریم کنترل وی پیست میکنیم دات get selected item. بعضی وقت برای شما همچنان قسم مشکل پیش میاد که یک کامپوننت نمیتونین وریبل نمیشه پیدا بکنین. پس برین در قسمت رینیم بکنین و نامش رو کپی بگیرین. بعضو به شکل مثل من در قسمت انجام دادم و به شکل چی بکنین نامش رو پیست بکنین و بعد از اون میگم جاب تایتل کی بود، جاب تایتل همین نام میره مکمل تایپ کنیم که بعدا برام مشکل پیش نکنه و همچنان میگم سیلری باشه. زمانی که ما شما از تمام این بخشا چی کردیم قیمتایش ببینین گرفتیم چون یک استارت مندکی ما شما میخوایم بگیریم. پس ما شما در فرمای قبلی که ما شما بخش روم رجیستریشن کار میکردیم و در ببینیم که ما شما از کدام بخش یا تاریخ گرفتیم یا نگرفتیم. پس چک میکنیم که منیج روم یا روم رجیستر در این قسمت یا بخش فوت اوردر در این بخش ما شما داشتیم کاستومر اد. اگر اینجا ما شما بریم ببینیم که در اینجا ما شما میتونستیم که تاریخ بگیریم. پس بالا بتن اد کلیک میکنیم. به خاطر گرفتن تاریخ ما شما بین دو خط کد نیاز است کنترل سی کپی میکنم بخش البته کاستومر سیکشن و بالا بتن اد امپلای کلیک میکنم. در اینجا ما شما کدش میکنیم کنترل وی کپی میکنیم و اوکی میگیم تا بسیار و فرمت از اینم تنظیم میکنیم و این رو میگم برام استارت دیت چی میگم تغییر میتونم. ما شما یک تا جدید چوزر یک داریم در این فریم. بعضی که از تمام کامپوننت ها ما شما مقدارش دریافت کردیم اینا یک ترای کج بلاگ میگیریم در قسمت و میگم دی دات جنرال کویری. میگم در این قسمت کویری ما شما انسرت اجرا میکنیم. میگم انسرت اینتو البته امپلوی نام موتیبل ما شما میگیریم و والیوز و در قسمت تمام کلمات رو سل میکنیم. چون آیدی ما شما نل است دیگه نل میگیریم یا چون ما شما در این بخش ما او را اتون کلمی نگرفتیم از لیبلش دریافت میکنیم. میگیم string id مساوی به lbl id dot get text. ما شما از آیدی میتونستیم مقدارش دریافت کنیم و در اینجا برش طوری کار میکنیم که میم از آیدی بارم از آیدیم دریافت میکنیم مقدار پس سینگل کوتیشن دابل کوتیشن پلاس و همین بخش ما شما یک برآمده کپی میگیریم چون نیاز نباشه هر بار کنکاتینیت کنیم کپی و میم اینال آیدی در قسمت پاس میکنم و بعد از او کنترل وی کم کد پیست میکنم و نیم باز کنترل وی اف نیم و همچنان کنترل وی فونا کنترل وی جاب تایتل به مقصد تمام شد تنظیم میکنیم. و بعضی که تمامش تکمیل کردیم این دیگه اینی آخر ما شما کامل ضرورت نداریم. بعضی که دیتا شد میگم یک پیام نشان بده دیتا شو مسیج و بعضی قسمت برش میگیم دیتا ادیت و بعد از اون میگم این فریم یک بار برام دیسپوز بکو چون کار کردیم تو دیسپوز ما شما فهمیدیم نیو employee section dot set visible true و بعد از اون ما شما زمانی که فریم یک بار رن بکنیم این کدای ما شما مکمل از این بخش تکمیل است و زمانی که مشخصات یک امپلای رد بکنیم در این قسمت برام نشان میده. میگم نامش به نام کریم باشه و فادر نیمشون به نام جان، شماره تلفنش مثلا میگم چی کار است گارد است و همچنان ماشش 7000 پس در کدام تاریخ همراه ما شما کارش شروع کرده در این تاریخ 3 سپتامبر و بالای اد امپلای که من کلیک کنم دیتا ما شما را اد میکنه. اما دیتا اد شده ببینیم که آیدی هم تغییر نکرد. پس مشکل اینجاست که ما شما دیتا رو نتونستیم دیتابیس اد بکنیم. بریم اگر این بخش هم رفرش بکنیم دیتا ما شما اد نشده پس میریم مشکل ما شما چک میکنیم که مشکل از کدام بخش می باشه. زمانی که من کویری رن کردم گفتم insert into employee در قسمت دو تا او ما شما تایپ کردیم اگر ببینید نام تیبل ما شما امپلای به شکل می باشه پس مشکل از این قسمت بود و والیوز کدام دیگه مشکل دیگه این بخش ما شما نداره. پس دوباره رن فایل میگم زمانی که ما شما میگیم کریم از کارمند ما و همچنان فادر نیمش هم
جان و همچنین شماره تلفن آشپز باشه یا همون کارت باشه میگم ماهش 7,500 یا 7,000 چقدر که خودمون خواسته باشیم و در تاریخ میگم استارت کرده کار وقتی که امپلای را کلیک کنم میره همون کارمند ما شما چی میکنه رجیستر میکنه در این بخش که ما شما میتونیم ببینیم که تمام مشخصات ما شما به درستی در قسمت وارد کردیم اما یک مشکلی که در قسمت وجود داره هنوزم این است که در بخش سیلریش در قسمت ببینید شما با جای که مقدار ماش برش نشان بده در قسمت آورده گار پس ما شما 7 کالم داشتیم کالم 1 کالم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 پس ببینید مشکل در کدام قسمت است که در فون شیر آورده اما چرا مقدار ماش در قسمت نآورده که ببینیم مشکل به خاطر چی ایجاد شده پس ما شما آیدی شد کردیم نیم اف نیم و همچنان فونش هم شد جاب تایتلش هم شد سیلریش هم شد و هم سیلریش هم درست است اد شده و همچنین مشکل که در این قسمت است ما شما همین لاین کد کپی گرفتیم از هر دو تکست باکس یک قسم نام داره پس من اینو تغییر میدم میگم کامبوی سیلری زمانی که من اینو تنظیم بکنم اینا رو بریم در قسمت ما شما رن فایل بگیم و در قسمت ما شما بریم از قسمت دیتابیس ما شما یک بار رفرش بگیم دیتا خواهد شده اما مشکل در اینجا وجود داره که ما شما چی بکنیم میایم یک بار از طریق دیتابیس ما شما به یک مقدار تغییر میدیم مقدار ماشه البته بالاش در قسمت کلیک میکنیم یا از قسمت اگر تغییر نکنه مشکل نیست ما شما بعدا عملی آپدیت انجام میدیم در قسمت بازی ما شما میتونیم و ریکارد چی بکنیم اصلاح بکنیم و اینا ما شما میایم یک البته یک امپلای دیگه مت میگیم به نام احمد و همچنان فادر نیمشم قیس باشه فونش هم یک شماره دیگه آشپز باشه مقدار ماش هم به میاندازه و بقیه چیزاش میگم درست وقتی که اد بگیم اینا کارمند دومی که شد دیگه در این قسمت ماشه ماشم برای ما شما درست نشان میده پس این بخش ما شما وقتی که روی اول اد میکردیم در اون بخش اشتباه شد که دو تا کام باکس با یک نام بود پس ما شما تونستیم کنال موفقانه بخش ادینگ زیرا کار بکنیم اینا ما میخوایم عملی آپدیت زیرا کار بکنیم زمانی که دیتا انتخاب شد برای عملی آپدیت برای ما شما انجام بده پس به خاطر کار فرم یک بار بسته میکنم و میریم در قسمت آیدی نت بین و امی کدی که ما شما به خاطر اد چی کرده بودیم گرفته بودیم اینو چی میکنم مکمل کنترل سی کپی میکنم میرم بالای بتن آپدیت یا قبل از اون ما شما اولا کاری بکنیم دیتا که استیبل انتخاب میشه رو باید داخل باکس ها قرار بدیم پس به خاطر این کار میریم در بخش منیج روم ما شما این کارو در فرم کردیم پس امو بخش ما پیدا میکنم اینی بخش میباشه کنترل سی چی میکنم کپی میکنم و میرم در بخش کاستومر و اینجا میرم بالای تیبل البته رایت کلیک ایونت ماوس کلیک در اینجا میایم البته ما شما چون این فرم کپی کرده بودیم کد از قبل می باشه پس چی بهتر که کد از قبل وجود داره پس ضرورت نیست که ما شما دوباره چی بکنیم از طریق نوشته بکنیم پس میایم اینو کمی بزرگتر میکنیم بخشه و بعد از اون ما شما یک تا تیبل در این صفحه داریم کد رو ما شما در قسمت مشخص معرفی کرده بودیم پس نیاز نیست که ما شما از سر چی بکنیم معرفی بکنیم پس 7 تا کالم داریم کالم آخری را ما شما نمیخوایم و آلت شیفت اف میزنیم تا کد ما شما چی بکنم منظم بکنم اولا آیدی میگم ست کو و بعد جی تکست فیلد 1 2 3 و 4 ما شما که نداریم البته اگر در قسمت ما شما بریم امپلای سیکشن و در ایونت ازی ماوس کلیک و اگر اینجا ما شما بریم خب در این بخش ما شما اشتباهاً بعضی بخش‌های از این یک کنترل زد میکنم اشتباهاً از پیش ما شما پاک شده پس این بخش ما شما تغییر نمیدیم پس این بخش باشه اما تو در بخش امپلای میریم فرم اشتباه کردیم و در اینجا ما شما کد چی میکنیم پیست میکنیم زمانی که پیست شد اینا ما شما چی میکنیم یاش از بین میبریم میخوایم یک کی باشه اولا میگیم با الویل آیدی چی بکنید بکنم میگم الویل آیدی دات set text و بعد از اون به این شکل ما شما صفر برش تایپ میکنیم چون اندکس گذاری از صفر شروع میشه و بعد از اون میرم کنترل سی کپی میگیرم کنترل وی چقدر خواسته باشه ما شما پیست میکنیم به این شکل و آلت شیفت اف میذاریم که کد ما رو منظم کنه بعد از اون جی تکست فیلد یک و ایرام بعد دو تغییر میدیم جی تکست فیلد دو و همچنان ایرا به سه و بخش بعدی را که ما شما داریم ببینیم در دیزاین رفته جاب تایتل میشه پس کامبوی جاب تایتل این پراپرتی داره به نام set selected item و بقیه بخش شما هست برای ما شما همین میتود از قسمت تا به اینجا کپی میگیریم کنترل سی و بعد دومی هم چی میکنیم ما شما ست میکنیم تا به این بخش کنترل وی صرف نامش تغییر میدیم کامبوی سیلری و بعد از اون که سیلری ما شما دریافت کردیم بخش بعدی که میخوایم کدام بخش باشه برای ما شما سیلری بخش آخر دیگه ما شما ضرورت نداریم چون تاریخ همون تاریخ باشه پس ما شما ایرا تا قسمت میگیم درست است و یارم با یک تغییر میدیم 2 3 با 4 و همچنان با 5 ما شما تغییر میدیم زمانی که ما فایل رن بگیم اینا ما شما روی را که انتخاب کنیم مشخصاتش میره برای ما شما داخل می باکس ها و لیبل ها نشان میده این قسمت ببین آیدی از یک سلکت میکنه اگر دوری انتخاب کنم با دو تغییر میکنه که بعدا باز ما شما میتونیم روی انتخاب شده توسط ای آیدی پیدا کنیم که کدام رو هست و میخواین شما آپدیت یا دیلیت بکنید زمانی که بخشش مکمل ما شما تکمیل کردیم ببینید به این شکل
اینا رو میخوایم عمله آپدیت یا ایدیت انجام بدیم. پس میریم این فرم یک بار کنسل میکنیم و اینا ما شما میریم اما کدای بخش سی که به خاطر اد کردن یک امپلای ضرورت بود کپی میکنیم، کنترل سی و بالای بتن ادیت کلیک میکنیم و در اینجا ما شما کد چی میکنیم، پیست میکنیم، میایم کنترل وی کد پیست میکنیم و اینا بقیه بخش زیر تغییرات میاریم. اینجا نایم بتن با ادیت تغییر میتم. اگر باکس خالی باشه اول ضرورت است که برای ما چی کنه یک پیام نشان بده. اگر نه که باکس خالی نبود به این شکل ما شما میایم از تمام اون باکس ها چی میکنیم، والیو هایش باز دوباره چیز میکنیم که ما شما دریافت میکنیم و بعد صرف کوبی خود تغییر میدیم. در اینجا میایم تا به قسمت ما شما از بین میبریم و از طرف اخیرام البته این قوس از بین میبریم. اینا ما شما میایم دیگه کویری آپدیت چی میکنیم، اجرا میکنیم، میگم آپدیت امپلای نام تیبل باید درست نشه کنیم، ست میگم نیمشه چیزی که داخل باکس است از این بگی و همچنان بعضی در قسمت ما شما میایم اف نیم در دیتابیس میبینیم که به کدام بخش نام میباشه اف نیم. پس اف نیمشون مساوی به چیزی که از کدام بخش میگیری اف نیم میگیری. البته یک بار من کنترل زید میکنم پس میرم نیمش مساوی به نیم قرار میدم چون آیدی ما شما تغییرات آوردن نمیتونیم. ایرام با اف نیم تغییر میدم، اف نیم مساوی به در قسمت اف نیم ما شما میگیریم و بعد از اون قسمت بعد از کامه بخش بعدی میگم فونش باشه مساوی به فون و همچنان بخش بعدی جاب تایتلش باشه. میریم در دیتابیس میبینیم که به کدام کالمی البته به کدام نام است جاب تایتل درست است. پس میگم جاب تایتلش مساوی به یک مساوی ما قسمت میگذاریم چون فراموش نشه اگه مساوی ما شما نگذاریم کد ما شما کار نمیکنه. میگم جاب تایتل باشه و همچنان اسکرول میکنیم به طرف راست بخش بعدی که ما شما کار میکنیم بعد از جاب تایتل میگم سیلاریش مساوی به ایمین به سیلاری تغییر میتیم و همچنان بخش بعدی در قسمت کام میگذاریم. بخش بعدی از این start date می باشه. پس میم در اینجا start date تغییرش میتیم و در دیتابیس میبینیم که به کدام نام است. البته با این شکل ما شما میره start date میگیم. یک قسمت اکتیش فراموش ما شده، اگر یک تیم فراموش شد پس کد ما شما درست کار نمیکنه. میگم start date و بعد از اون به date start date تغییر میتم و بعد از اون که کد ما شما از این بخش مکمل تکمیل شد و میایم در قسمت ما شما اینا شرط ست میکنیم کدام رو میگم برای ما شما آپدیت بکن چون میشه ما شما روها زیاد داشته باشیم. شرط بدیم اون روی را که یوزر انتخاب کرده. باز میگم we are mp id مساوی به سینگل کوتیشن دبل کوتیشن پلاس پلاس و بعد میگیم در قسمت آیدی را برش ست میکنیم و بعد از یک باری سفر چیکو برام میگیم یک پیام هم نشون بدید داد شو مسیج یا شو مسیج ما شما از قبل دی فرم داریم چون کد کپی گرفتیم و میایم در قسمت میگم چنج سیو شد و همچنین امی بخش میگم یک بار میفریم برای ما شما دیسپوز بکنم و بعد میفریم برای ما شما باز نشون بده. اینا بریم دی بخش زمانی که کد ما شما مکمل تکمیل شد اینا میایم اگر امیر رو می‌خواستم باشم که آپدیت بکنم این انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب شد در قسمت میگم سالری چقدر باشه 5000 افغانی و نامشم کریم خان باشه. تغییراتش رو ببینیم که سیو ذخیره میشده یا خیر و ادیت امپلای کلیک میکنیم میگه تغییرات ذخیره شد و در قسمت ببینیم تغییرات ولی ذخیره نشده. ببینیم که مشکل به چه دلیل است که برای ما شما تغییرات ذخیره نکرد. خب کپی خود چک میکنیم آپدیت امپلای ست نیم مساوی به نیم همچنان اف نیمش هم درست است و فونم درست است. جاب تایتل این بخش هم مشکلی نیست. میریم کد تمامیش چک میکنیم سالری مساوی به سالری استارت دیتش هم درست است استارت دیت وی آر ام پی آی دی بریم دیتابیس ببینیم که با کدام نام است ام پی آی دی این بخش هم درست است مساوی به چیزی که از او لیبل برای ما شما انتخاب میکنه که البته لیبل ما شما همین لیبل میباشه که ما آیدی رو برش ست کردیم. خب قسمت ها خب مشکل نیست اما مشکل ببینیم که در کدام قسمت است. خب اینجا مساوی دادیم و مشکل در این قسمت می باشه. ما شما گفتم استارتش مساوی به چه قرار بده علاوه مساوی یاد ما شما رفته. پس حالا ما شما کد یک بار دیگه رن بکنیم. زمانی که صفحه باز شد این انتخاب میکنیم به نام کریم خان باشه و همچنان سیلریش با 5000 تغییر میدیم. وقتی که ادیت امپلای کلیک بکنیم ببینیم که این موافقانه به کریم خان تغییر خورد و ماش هم که ما شما غلط کارت کرده بودیم از اون بخش و پس به 5000 افغانی تغییر خورد. پس به همین روش ساده ما شما میتونیم چی بکنیم بخش هم آپدیت بکنیم که آپدیتش هم امرای انزرت ما شما دیدیم البته که دیدیم به خوبی کار میکنه. در دو بخش اینا رو میخوایم بخش دلیت ما شما کار بکنیم. پس میریم در قسمت دیزاین فریم بالای بتن دلیت ما شما دبل کلیک میکنیم. فقط میایم از قسمت ما شما یک والدیشن زیر کپی میگیریم کنترل سی و میایم در اینجا در بیت بتن دلیت میگم اگر رو را یوزر انتخاب نکرده بود تو یک برش یک پیام نشان بده
و بعد از او اگر نیک یوزر کدوم روی را از تیبل انتخاب کرده بود که میخواد دلیت بکنه، اینا رو بیا برش یک کویری را رن بکن. اولا میگیم برو یک ترای کچ بلاک ما شما ست میکنیم در قسمت ترای کچ بلاک و یا میگیم حالا برو به دیتابیس کانکت شو دی دات کانکت و بعد از او کویری ما شما چی را اجرا میکنیم؟ جنرال کویری را دی دات جنرال کویری و بعد برش میگیم delete from employee نام تیبل میگیریم where empid میگیم اگر ایدیش empid مساوی سینگل کوتیشن دبل کوتیشن و پلا البته در قسمت دبل کوتیشن میگیریم پلاس پلاس و در قسمت میگیم lbl id dot get text چیزی که در اون میباشه تو را دیگه و زمانی که ما شما دلیت شده یک پیام برامون نشان بده میگم دیتا remove it یا هر پیامی که خود ما شما خواسته باشه میتونیم که نشان بدیم در این بخش. بعد همین صفحه برای ما شما چی بکنم؟ یک دیسپوز بکنم به این شکل و دوباره این فریم برای ما شما پس نشان بدم. میگم new employee section dot set visible true. اینا ما شما غیر فرم یک بار رن بکنیم. زمانی که فرم برای ما شما رن میشه در قسمت ما شما میتونیم دو تا امپلوی داریم میخوایم یکش دلیت بکنیم. این که انتخاب کردم ایدیش داخلی وریبل ذخیره شده پس میخوایم وقتی که بالای بتن دلیت کلیک کردم اونمو امپلوی رو من دلیت کنم میگم که البته که ایدیش دو میباشه چون ما شما میدونه انتخاب کردیم وقتی بالای بتن دلیت کلیک کنم چی میکنه اما امپلوی رو برای ما شما دلیت میکنه و به همین سادگی ما شما میتونیم که یک امپلوی را اگر نخواسته باشیم که در سیستم ما شما دیگه باشه چی کنیم رو سیستم دلیت بکنیم. و همچنان میریم بخش سرچ از ما شما اینا کار میکنیم ما شما بتونیم سرچ هم کرده بتونیم پس میریم بخش ما شما کارش آغاز میکنیم پس میریم بالای بتن یا البته تکست باکس سرچ کلیک میکنیم ایون ما البته کی ریلیز ما شما کدایی که نیاز است که ما شما بتونیم سرچ هم کرده بتونیم و در این بخش ما شما چی میکنیم میره نوشته میکنیم یا اینکه خود ما یک قسمت کد نوشته بکنیم یا اینکه ما شما از قبل ایره در فرمای قبلی ما شما ایجاد کردیم اگر بریم در بخش فریم منیج روم اگر بیایم ما شما در قسمت ما شما میریم بالای دیزاین از البته کلیک میکنیم تمی تکسی سرچ ما شما میتونیم که در فرم منیج روم همین عملی سرچ کار کردیم پس میریم از اون قسمت همین کد چی میکنیم از کریلیزش کپی میکنیم که همین کد می باشه پس نیاز نیست که ما شما اصلا دوباره تک تک از رو چی بکنیم نوشته بکنیم چون ما شما یک نوشته کردیم در اون قسمت می کد رو مکمل تشریح دادیم که به خاطر چی ما شما این کد نوشته میکنیم بعد اون رو ما چی میکنیم در قسمت پیست میکنم کنترل وی و بعد از اون ما شما میگیم از اون چیزی که البته این تکست باکس سرچ ما شما میباشه که را وریبل میشه به تکست سرچ تغییر دادیم پس میگیم از اون چیزی که تایپ میشه و رو تو بگی و داخل وریبل داخل از تایپ استرینگ که برام سرچ میباشه ذخیره کو بعد از دیفالت بعد از دیفالت تیبل مدل یک آبجکت ما شما میسازیم به شکل و یک تیبل داریم که نام تیبل میگیریم و بعد از به دیتابیس کانکت میشیم و میگیم سلکت یعنی از کدام تیبل از تیبل امپلای پس روم به امپلای تغییر میدیم چون کپی کردیم قسمت روم بود بعضی میگیم ویر روم تایپ و اینجا ما شما میخوایم دیگه نظر به کدام کلمه سرچ بکنم و میگیم نظر به نیم اف نیم و فون نظر به هر چقدر پوزیشنش رو شما خواسته باشین میتونید تنظیم بکنید پس میگم اول شرطی ما به نام نیم باشه نظر به نامش سرچ کو و لایک میگیریم سینگل کوتیشن او علامه البته پرسن باز دبل کوتیشن پلاس پلاس یعنی وریبل سرچ که ما شما دو قسمت گرفتیم یعنی داخل باکس سرچ هر تایپ میش تو میگرفتی و داخل اینی وریبل ذخیره کو بعد همون چیزی که من نام مساوی به این چیز قرار میدیم یا اگه شرط نکردیم میگیم شرط بعدی خودم میتونیم که نظر به کدام کلمه دیگه اگه بخوای سرچ کنه نام کلمه میگیم میگم اف نیم باشه اینم لایک با ما قسم سرچ برش باز میکنیم یا کدام کلمه دیگه اگر خواسته باشه میریم دیتابیس چک میکنیم یک بار لاگین میشیم و در تیبل امپلوی میریم نظر به نیم و البته نیم و اف نیم ما شما سرچ انجام دادیم اینا رو میخوایم نظر به فون و همچنان سلاریوم ما شما سرچ کرده بتونیم پس میایم در قسمت میگم فون و همچنان آخریش هم به سلری و بعد از اینکه ما شما اینو دیدیم این قسمت تکمیل کردیم البته و بعضی اینا حساب میکنیم که چند کلم میتونه ولی ما شما می داشته باشه که تقریبا 7 کلم داره پس ما شما اینو باید به 7 کلم میره ما شما تنظیم کنیم که 5 کلم از قبل داریم و 2 کلم دیگه در قسمت اضافه میکنیم و اینم ایندکسش به 6 و به 7 ما شما تغییر میدیم زمانی که میلان اینا رن فایل بگیم در قسمت چون ما شما فعلا یک تا امپلای داریم پس میگم امپلای دیگه هم رجیستر میکنم به نام ولی و همچنان فادر نمیشم رحیم باشه و همچنان فونش یک شماره میگیریم و این شکل و میگم عنوان وظیفه زیگارد باشه و ما شام 10000 و دیت شام یک دیتا انتخاب میکنیم و زمانی که اد بگیم اینا ما شما تونستیم که دو امپلای در قسمت چی بکنیم رجیستر بکنیم اینا میخوایم عملی سرچ کار بکنیم که کار میکنه این بخش خیر میخوایم همین کارمندا رو نظر به نامشون پیدا کنیم میگم ولی کدوم کارمند ما شما به شخص داریم خیر وقتی که می اول حرفش تایپ کنم میره ولی رو برام شما پیدا میکنه یا مثلا بخوایم که نظر به نام فادرشون پیدا کنیم یعنی فادر نیم میگم نام پدری کی جان میباشه پس نام پدری کریم میگه جان میباشه به شکل ما شما تونستیم که نظر به دو کلم و همچنین نظر به سلاریوم میتونیم میگم ماش 10000 کی میگیره وقتی که 10000 تایپ کنیم برای ما شما نشون میده که ماش 10000 ولی میگیره اینا شما میتونید که نظر به هر کلمی که خواسته باشین در اون قسمت اگر ببینید در اینجا شما میتونید بعد از یک آر اضافه کنید در این قسمت مثلا به شکل آر و نام کلم بعدی رو بگیرین
و همون قسم لایک بگیرین و بقیه هم کد که ما در قسمت نوشته کردیم شما میتونین اضافه بکنین. و این بود از بخش سرچ ما شما که تونست نظر به هر کلامی که خودمون تعیین کردیم میتونین سرچ بکنن. و کاری بعدی شما میتونین اگر خواسته باشین مثل فرم قبلی از این تیبل یک پرینت هم داشته باشین کاغذ، پس اینجا یک بتن بگذارین و بالای همون بتن دبل کلیک کنین و نام تیبل بگیرین دات پرینت متد شکل بکنین. میتونه که برای شما زمانی که بالای ای البته این بتن کلیک شد برای شما میتونه که از این تیبل یک پرینت هم روی کاغذ A4 بگیره. خب دوستان این بود از بخش امپلای سکشن که آخرین بخش ما بود، آخرین البته فرم و بخشی بود که ما شما در پروژه ایجاد کردیم. فقط میمونه بخش لاگ اوت و اگزیت که در اگزیت ما شما کد نوشته کنیم، فقط میریم بالای لاگ اوت کلیک میکنیم و ایون ماوس کلیک میگم زمانی بالای این لیول که کلیک شد تو برو صفحه برای شما صفحه داشبورد یک بار کلوز بکو. پس میگیم دیسپوز یک میتود داره به نام دیسپوز که برای شما چی میکنم فرم کلوز میکنم میگم نیو لاگین که ما شما یک پیج داشتیم برای لاگین ست ویزیبل از را ترو کن. یعنی میخوایم اینجا طوری کار کنم زمانی که یوزر نمیخواد دیگه اسم کار کنه میخواد اسم لاگ اوت شوه، پس وقتی که بالای لیبل البته کلیک کنه اسم را خارج کنه. به این شکل ما شما وقتی که فریم باز شد اینو ما شما میبینیم که در هر بخش که کار کنیم میتونیم همو لیبل کلیک کنیم و اون بخش برای ما شما چی باز شوه. اگر نخواسته باشیم اسم دیگه کار بکنیم اینو میخوایم پس یک چند دقیقه اسم ما شما لاگ اوت بشه کار نمیکنه. وقتی بالای بتن لاگ اوت کلیک کنیم ببینیم برای ما شما فرم لاگین باز کرد. پس ما میخوایم طوری کار کنیم وقتی بالای بتن لاگین کلیک شد فرم قبلی بسته شوه و فرم لاگین باز شوه. اگر ببینین همو باز میباشه امی. پس میایم در قسمت لاگین میگیم یک بار اگزیت میگیم میریم بالای البته بخش امپلای سکشن یا بالای بخش هوم در قسمت بالای لاگ اوت کلیک میکنیم در اینجا و همچنان بخش ماوس کلیک این میتونش البته کال میکنیم دیسپوز هم شما میگیم در اینجا درست برای شما کار نکرد میگم سیستم دات اگزیت یک میتود داره که در 0 میلی سکند میگه میره چی برای شما همین فریم که هستیم برای شما هاید بکنه. ببینید وقتی بالای البته بالای لاگ اوت کلیک کنیم برای شما رو چی میکنه هاید میکنه و فرم البته فرم لاگین هم برای شما باز کنه که ببینیم این هم درست در قسمت کار نکرد. پس ما شما برای دیگه کار میکنیم این میتود برای شما خوب نتیجه نداد. پس میگیم ست ویزیبل هم صفحه داشبورد برای ما فالس بکنه. اینا اگر رن بکنیم وقتی که بالای لاگ اوت کلیک بکنم او فرم ست ویزیبل فالس میکنه او را هاید میکنه و صفحه یا پیج لاگین پیج برای شما نشان میده که ما شما میتونیم دوباره تا لاگین نکنیم نمیتونیم که چی بکنیم اسم لاگین شویم و دوباره پس بریم در قسمت داشبورد دیم پروژه خود و کار بکنیم. خب دوستان این بود از آخرین ویدیوی این پروژه ما شما که تونستیم در البته در 12 یا 13 ویدیو ما شما رو مکمل بخشش تکمیل بکنین. اگر شما خواسته باشین که مثلا میتونین دیگه لیبل های دیگه هم اضافه بکنین و بخش دیگه را اضافه کنین نوی پروژه را انکشاف بدین و بزرگ کنین. به این شکل ما شما میتونین یک لیبل اد کنین باز برین مطابق همون لیبل یک صفحه بسازین و عملیات مختلف به این شکلی که ما در ویدیو ها انجام دادم شما میتونین کارا را بکنین. خوب دوستا این بود از پروژه البته هتل منیجمنت سیستم که ما در زبان برنامه‌نویسی جاوا در 13 ویدیو را مکمل بخشش تکمیل کردم. ان شاء الله ما کوشش میکنم که در ویدیوهای بعدی همچون پروژه دیگر هم در زبان برنامه‌نویسی جاوا ایجاد کنم. تا پروژه ها و ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند یک تا میسپارم.